یاد دارم از روزهای اولی که ما شما بحث میکردیم، شما یکی از کسایی بودین که به عنوان حامی طالبان شناخته میشین. بسیار مهم است که شما حال بودن هیبت الله را کلا به یک نحو رد میکنین و میگین که وجود نداره. یک کوتاه بگوین چرا به این نتیجه رسیدین؟ ما 18-19 ماه در امی تلاش بودم که کسایی که به قندهار رفتن، کسایی که در کابل بودن، با کسایی که در تماس بودم، حتی اینطور شده که قسم داده میشن که ما در میدیا هستیم، از ما سوال صورت میگیره که می خودت از ملا هیبت الله دفاع میکنه. ملا هیبت الله وجود داره، یعنی خب ما خود ندیدیمش، ما خود از اون نمیتونم به حضوری ببینم. امی دوستا قسم دادیم، قسم هم که دادیم برای ما جواب مبهم دادن. کسایی بودن که بسیار انسانای معتقد و مسلمان و با ایمان بودن. لحاظ ما بعد از 18-19 ماه و بعد از حرکاتی را که ما شما ببینید مسائل میبینیم و تحلیل میکنیم، به اساس تحلیل تصمیم میگیریم. ما بعد از این تحلیل خود که کردیم که فرزند حیاتایی که از جهان و هیئت علمای جهان اسلام آمد به قندهار رفت، ملا هیبت الله به اونا ندید. آمنه محمدی آمد به قندهار رفت، ملا هیبت الله به اون ندید. همچنان ما شما میبینیم حیاتای دیگری که به قندهار میره و در مسائل بسیار مهم. من میگم اگه این رهبر از این حرکت باشه و در جادو چرا چی علت و چی مانعی است که این از مردم روپوشی کنه و از صحنه دور باشه؟ درست. اگه این موجود باشه باید به صحنه بره و مردم از به حساب از خط اول رهبری کنه. به نظر ما به این نتیجه رسیدیم که ملا هیبت الله وجود نداره. یک کود عیسی است که در زمانهای مقطعهای مختلف فرمانهای غلطی را صادر میکنه که اون نه تنها به ضد ملت افغانستان، حتی به ضد دین و شریعت ما است که مطابقت با قرآن و سنت ندارن. و این فرمان ها را نه تنها که ملت افغانستان رد کرده، اجماع کلی و اکثریت طلبا و علما او را رد کرده. لحاظ در این یک تناقض بسیار کلی وجود داره و از همین خاطر ما گفتم میتونم که همین جنگ بین جنگ قطب آیسای و قطب حرکت دوحه که قرارداد داره و به می خاطر هم این دفتر سخنگوی از کابل به انتقال داده میشه.